لسر داخوازا دستیا سروکاتیه یا انجمن نشتیمانی یا کرد لسوریه شاندک جه انجمن نشتیمانی یا کرد گهشت انقره یا پایتخت ترکیه. ده روژا پنجشنبه 4 چله شاندک جه انجمن لپایتخت ترکیه لگل وزارت درو یا ترکیه جویا. و دوسایا کردی لروجافای کردستانه و اگر بشداریا انجمن نشتیمانی یا کرد لسوریه ده کنگره دیالوگا نشتیمانی لسوچی هاته گنگشک کرن. اندام پولیتبیوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالحکیم بشار جمالپرا روجافا نیوز را راگهاند ده شاندک جه انجمن نشتیمانی یا کرد لسوریه گهشت ترکیه. و شاندا انکسی جهریک جه عبدالحکیم بشار و ابراهیم برو و فؤاد علیکو و حواس عگید پیک دهات. و او سردان جبو گنگشک کرنا بشداریا انکسی ده کنگره سوتشی دا بو. عبدالحکیم بشار بحثا اگرا بشداریا انکسی ده کنگره ده بشاندکا سربخوا کر. کنگره دیالوگا نشتیمانی به سرپرشتیا روسیه ده 29 و 30 ماه یکه لسوچی و ورل درخستن. لی اپوزیسیونا سوریه تانها بریارا بشداری دوی کنگره ده اشکره نکریه. و گلک جو گروپین چکدار بشداری خواه رد کر. کوچل جو گروپین چکدار ین لناف خاکا سوریه شر دکن او کنگر رد کر. هر وها 3500 کس جه کسین سربخوا ده اپوزیسیونا سوریه ده و چالکوان و اندامین هفپیمانی اپوزیسیونا سوریه بشداری خواه دوی کنگره ده رد کر و روسیه به دشمن بناف کربو. چکدارین رژیم اسد و پشتوانیا بالافرین روسیه ایریشن خواه لسر دورین دبن کنترول اپوزیسیون ده تند کرنه. و بطایبت لغوطا روجهالات که وقت داوترین دورین دبن کنترول اپوزیسیون ده لگوندوارین شاما پایتخت سوریه. و روزانه جبر اپراسیون لشکری و دهان جه خلک سیویل دبن قربانی و بصادان جی بریندار دبن. هن آلین اپوزیسیون گرکرنا روسیه به فشارک سیاسی و لشکری لسر اپوزیسیون جبو بجداری لسوچیه بناو دکن.